گلچین هفته. سلام. 60مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمدی در راک اثر درویش خان آغاز می‌کنیم. انواع راک از گوشه‌های بسیار زیبای دستگاه ماهور است و معروفترین آنها راک عبدالله، راک هندی و راک کشمیر است. این پیش درآمد را گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی اجرا کرده است.
پیش درآمد راک اثر درویش خان را با اجرای گروه شیدا شنیدید. 4 پاره گوشه یا فرمی است در ابوعطا که با تغییر لحن مناسب ملودی در مایه‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز به کار رفته است. در برنامه امروز 4 پاره را که 4 باغ نیز میگویند شجریان با شعر معروف حاطف اصفهانی میخواند. این قطعه را فرامرز پایور تنظیم و با همکاری گروه نوازندگان فرهنگ و هنر اجرا کرده است. چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی که اگر کنی همه درد به یکی نظر دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را تو مهی و جان جان تو را زره کرم که دیان تو را که نظر به حال گدا کنی.
تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیزم و من غمین همه این غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. حالا به ترانه موج با صدای مرزیه گوش کنید. آهنگ این ترانه را فرهاد فخرالدینی بر روی شعر زیبایی از فریدون مشیری ساخته و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است.
عود یا بربط سازی ایرانی است که گویا در اوایل اسلام به کشورهای عربی رفته و جانشین سازی شبیه خود به نام مظهر شده است. ظاهراً اعراب سازی شبیه عود داشتند که سطح آن را با پوست بز می پوشاندند و چون به ساز ایرانی بربط دست یافتند و سطح این ساز چوبی بود آن را عود نامیدند و می دانیم که عود به عربی به معنی چوب است. حالا به قطعاتی در ماهور با عود منصور نریمان گوش کنید.
قطعاتی در ماهور را با عود منصور نریمان شنیدید. حالا به تصنیف قدیمی نسیم سحر که شعر آن از ملک الشعراء بهار است، با صدای رضوی سروستانی به همراهی گروه شیدا گوش کنید.
هفته هنرمند گرامی ما سیما بینا ترانه محلی دشتستانی را می‌خواند. این ترانه را فرامرز پایور به همراهی گروه نوازندگان فرهنگ و هنر اجرا کرده است.
برنامه گلچین هفته را با رنگ ابوعطا به پایان میبریم. این رنگ را گروه سماعی اجرا کرده است. شصتمین برنامه گلچین هفته
در اینجا به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.